سلام. امروز با یه ربات تلگرامی اومدیم که میتونید از طریق اون کسب درآمد کنید. چطوری؟ اونا از شما جیمیل گوگل میخوان. شما میرید جیمیل گوگل درست میکنید، برای اینا باز میکنید و از اونا یک مبلغی رو دریافت میکنید. هلوش 5 سنت الی 10 سنت مبلغ رو دریافت میکنید و جیمیل رو تحویل میدید. و ادامه ویدیو. اولین کاری که میکنید میرید داخل تلگرام خودتون و روی سرچ تلگرام سرچ میکنید جیمیل فارمر. اگه نتونستید حتما لینک رو توی دیسکریپشن این ویدیو گذاشتم. و بعدش اینجا 2 زبان داره، لنگویج، یکی انگلیشیه، اون یکی نمیدونم. بعد reset and new جیمیل رو میزنیم. اینجا ببینین گفته ایمیل باید حتما شبیه یا این باشه، پسوردم باید این باشه، حتما پسورد باید همین باشه و دیگه هیچی نیستش. ایمیل خیلی آسونه، میرید باز میکنید و از طریق این کسب درآمد کنید. نه من هنوز نمیخوام. یس کانال مای اکانت، اینجا هم اکانت ها رو نشون میده. تون ببینید اینجا هر طریقی میتونید پولتون رو بردارید، بیت کوین، کش، داش، لیت کوین، همه چیز. پایر، ما همیشه توی ایران به جز پایر فکر نمی کنم از پایر راحت تر باشه که پول از به دلار یا هر چیزی توی ایران نقد کنیم. ما پایر رو میزنیم دیگه. فکر کنم 7 سنت فلان داریم و من حتما از اثبات برداشت اینو توی کانال میذارم یا توی کانال تلگرام که حتما ببینید. و یه نکته دیگه، اگر اکانت پایر ندارید، من حتما در ویدیوی بعدی آموزش ساخت اکانت پایر توی ایران رو آموزش میدم. حتما اون ویدیو رو از دست ندید و همین دیگه چیزی نمونده. یه لحظه وایسید من یه چیزی نشونتون بدم. بک. من هنوز توی این کار نکردم. اگه میخوای ببینید چند دلار یا چند سنت کار کردید، اینجا بالانس رو میزنید و اینجا میگه. من واحد پولی آذربایجان رو انتخاب کردم که هر مانات توی ایران 30-40 هزار تومن هستش و همین گرد. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.